با اطلاع وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان تا 1 اکتبر سال 2025 در کشور 270247 اویله زنبوری عسل پرورش می‌یابد که در همه شکل‌های خوجکداری تا امروز 3736 تن عسل استحصال گردیده است. سال 2024 در جمهوری 275,600 اویله زنبوری عسل موجود بود. در 9 ماه سال 2024 4260 تن عسل استحصال گردیده است. تجربه 50 ساله فتلا رجبوف ساکن ناحیه فیض‌آباد نشان داد که امسال شهد برای استحصال عسل کم بود. گرمشوی حرارت، تغییریابی اقلیم و خاکباریش باعث تیز خزان شدن گلها گردیده عسل گرفته‌اش نسبت به سال 2024 کاهش یافته است. امسال نسبت سالهای پیشین حقیقتا از روی که نمناکی کم بود، بارشات نشید، گلها گل کردن. وقتی که گرمی زیاد شد همه گل شهد جدا نکرد بسیارش. اول یک کمتر شهد جدا کرد تا ماهای ایونا. وقتی که ماه ایون گرمی لغت کرد شهد همه گلها قاق شد. دیگر زنبور شهد گرفته نتوانست. برای همه امسال نسبت سالهای پیشین عسل کمتر شد. خیلی ما گرفتیم 2 کیلوی عسل گرفتیم کم. هر سال ما به حساب مونه 15 کیلوی عسل مولی می گرفتیم. این سال همه عسل کمتر شد. اساسش از نبودن باران. همین باران نمناکی نبودن شد. زنبوری عسل پروری نیز به مانند چوپانی است، زیرا برای زنبوران موضع‌های خوبی سیرگل انتخاب کرده می شود، میگوید همصحبت ما. حالا اویله های زنبوری عسلش را به زمستان آماده نموده است. فعلا در ناحیه فیض‌آباد طبق آمار رسمی اویله های زنبوری عسل و استحصال عسل مالی تمایل افزایش دارد. اساس مکمل شدن تجربه و فراوانی رستنی‌های شهددهنده. ما حاضر در 80-85 اویله زنبور رسوندیم. هر سال 1 تن 1.5 تن عسل مولی میگیریم. به غیر عسل مولی به هر یک اویله زنبور 8-10 کیلو با عسل برای خوراکش میمونیم که در زمستان زنبور تلف نیاورد. ای زنبور بسیار فایده کلان دیده ایستادیم. ما حرکت میکنیم که عسل گرفتگی تازه به یگان موادهای شیمیایی باشد. ما عسل را عموما از گیاهای شفابخش که در کوهها میروید از همین اصلا استحصال میکنیم. گرمشوی به سابقه حرارت هوا و مطابق با شرایط استفاده نمودن تیپی تاجیکی زنبوران، پیشگیری از بیماری ها، آمادگی به زمستان گذرانی و ذخیره کافی خوراک در قطی‌های اویله‌های زنبوری عسل از موضوعهای اساسی بودند که ضمن برگزاری سمینار علمی و عملی منطقوی در موضوع وسیع نمودن منطقه‌های پرورش اویله‌های زنبوری عسل تیپی تاجیکی در ناحیه فیض‌آباد تحلیل و بررسی گردید. مقصد از برگزاری همایش علمی تامین رشد منبعدی ساحه چاره‌داری از جمله زنبوری عسل پروری، اینچنین معرفی دستاوردهای علمی و استحصالی و پیشنهاد توصیه‌های علمی اساسناک میباشد. اگر ما در وقت چاره‌بینی نکنیم و زمستان حتی تیار شده نمیتوان. کسلی‌های پوستیش، بعد از آن کسلی‌های اسکس فراز از پرگیلیاز میگویند، بعد از آن کنه وراتاز، تراپلاساز، همه همینای در رفت گذراندن سمینار راههای پیشگیریش، راههای مبارزه زیر آنها را همه گفته دادیم. برای زمستان گذرانی اویله های زنبوری عسل شانهای زیادتیه که در رمکه میماند و طرز نگاهداریش در مثال زمستان که آنها را میتیموم نزند، با کدام داروها مبارزه بردن در کار، همینه با همین اشتراکچی های سمینار فهمانده دادیم.
олимони институти чорводорӣ ва чарогоҳи академияи илмҳои кишоварзии тоҷикистон зимни маърузаҳо таъкид намуданд, ки мутобиқ ба шароити иқлим офаридани типу зотҳои сермаҳсул маҳаки асосии корҳои илмӣ буда, дар ин самт дастовардҳо назар расанд. олимону мутахассисони соҳаи занбурӣ асалпарварӣ дар қисми музокираву пешниҳодҳо роҳҳои ҳалли мушкилоти ҷойдоштаро аз назари илмӣ баён намуданд.